چرا اینقدر دنیا حول این نظام در سوریه و اساساً این جغرافیای سوریه بسیج شده است؟ چیه ماجرا؟ موضوع پیرامون یک شخص و این اتهاماتی که به او میزنند، بحث اقلیت و اکثریت و بحث دیکتاتوری و بحث چیزهای گوناگون، یا نه چیز دیگری است؟ من اول یک فرقی بین این نظام سوریه را با نظامهای دیگر عربی عرض کنم، بعداً چرا ما در اونجا دفاع میکنیم را عرض میکنم خدمت شما. شاید اولین بار خلاف منهج خودم که عموماً وارد این بحثا نمیشم، میخوام در این مجلس شریفی که به نام شهید هست حرف بزنم. خب ما تو این عالم عربی کشورهای گوناگونی داریم، ثروت فراوانی دارند. همه این کشورها جز یک مقطع کوتاهی پشت کردند با آرمان مسلمان ها که نماد حقیقی اون فلسطین بود. همشون اون حادثه قرارداد ننگین کم دیوید را همه دیدند، اون کاری که رژیم مصر در زمان انور سادات با بگین خائن کرد، شمشیر را فرو کرد، از پشت به قلب مسلمان ها، جبهه مقدم مسلمان ها فرو ریخت. این دست خائنانه و شروع خیانت از اینجا بود. این شکستن حریم ها، عبور از خطوط قرمز و مرزها همینه. حادثه کربلا هم همینطور اتفاق افتاد. این دست خائنانه تو اونجا یک خیانت را در جهان اسلام توسعه داد، آرام آرام وسعت پیدا کرد تا به امروز که داره میبینید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، این کشوری که امروز حرمین شریفین کعبه و مکه و مدینه را در غصب خودش گرفته است، اینا مسابقه گذاشتن برای نزدیکی و تقرب. این ثمره اون خیانته، اون دست کج و اون دست خائنانه این چنین اثری گذاشت. بعدش هم مصر رفت در زمان ملک حسین، مغرب رفت، مراکش رفت. همه اینها یکی پس از دیگری یا سری یا علنی رابطه برقرار کردن، پشت مسلمان ها را خالی کردن. یک کشور باقی موند در عالم عربی، حاضر شد سیادت خودش را، قیادت خودش را، امنیت خودش را، تمامیت ارضی خودش را فدای مسلمان ها کنه. این گزاف نیست. اونها آمدن این کار را انجام دادن. در زمان کلینتون بنا بود در پاریس تمام بشه موضوع صلح سوریه و رژیم صهیونیستی. تمام شده بود، نوشته بودن، همه چیز روی ورقه آمده و برای امضا. حافظ اسد رفت پاریس، صبح نیامد. گفتن چرا؟ گفت من جوان بودم، یادم هست تو این دریاچه تبریا من افسر جوانی بودم، شنا می‌کردم، این مال سوریه هست. حاضر نشد، نه به خاطر این تکه ارز، چون میدانست اثر سازش سوریه
بر جبهه پایداری در مقابل رژیم صهیونیستی چیه؟ حاضر نشد و امضا نکرد همه اون مقدماتی که امریکایی ها، غربی ها فراهم کرده بودن، همه آمده بودند، همه اون رو به هم زد. در زمان همین آقای بشار اسد شما دیدید این فاصله زیاد نیست، ملک عبدالله آمد سوریه دست بشار اسد را گرفت برد لبنانی که ارتش سوریه را بیرون کرده بود و مجسمه حافظ اسد را از وسط بیروت پایین کشیده بود، برد اونجا گفت پسرم این لبنان مال تو. چی میخواست از او؟ از او خواست از ایران دست بکشد، از حزب الله دست بکشد. تو این عرفای دیپلماسی که عموماً ساریه و جاریه بدون فهم دقیق و درستی، اسمش رو میذاریم منافع ملی، خیلی ها میبازن خودشون را، اسمش رو میذارن آورده مهم و بزرگ. او نپذیرفت. این حادثه هجوم به سوریه، این همین وضع جدید 4 سال قبل، 1 سال قبل 4 سال از حادثه گذشته بود. نظام سوریه دچار فشار فوق‌العاده‌ای بود، مثل حالا از درون و بیرون، توطئه بیرونی و داخلی، محاصره. برای شکستن این نظام استفاده کردن از همه ابزارها، تا حالا استفاده میکنن از همه ابزارهاشون. روس‌ها وساطت کردند که مذاکره بین سعودی‌ها و نظام سوریه انجام بشود. آقای محمد بن سلمان، همین ولیعهد دومی که خیلی عجول هست، میخواد زودتر اولی رو کنار بزنه، حتی پدر خودش را چه بسا بکشد و بیاد جای اون بنشیند. این رفت روسیه، روسا با او صحبت کردن، قبول کردن که این وساطت انجام می شود. رفتن با حضور روسها فردی از سوریه، این آقای محمد بن سلمان وقتی در جلسه حضور پیدا کرد، انگار نه انگار سوال کرد از آقای بشار اسد ایشون چطورن، حالشون چطوره، خانواده چطورن. ایشون میگه من گفتم که خب بعد دیدم خیلی فضای خوبی است، گفتم بیاین این داعش که خطر عمومی برای همه ما هست با هم مشترک بشیم ضد اینا. گفت این چیزی نیست، داعش و این جبهت النصره و همه اینا را ما یه روز تمام میکنیم، شما نگران این نباشید. شما یه مشکل دارید، مشکل شما ارتباط با جمهوری اسلامی است. شما این را قطع بکنید، شما بر علیه این موضع بگیرید، همه اینها تمام میشه. درست میگن. سوریه 2 مشکل دارد، این که میگویند این نظام چه هست و چه هست، برخلاف همه اونها. من اینجا نیامدم از نظام سوریه فقط دفاع بکنم، یک واقعیت را میخوام بیان بکنم. ما همه این کشورهای عربی رو داریم میبینیم. در همین عربستان قریب 30% شیعه وجود دارد. یک مدیر کلی از این جمعیت 30% یا 20% 25% وجود ندارد. در این بحرین قریب 70% یک طایفه وجود دارند. یک وزیر از اینها راه نمیدن، یک افسر عالی رتبه را راه نمیدن، یک افسر جز را به اینها راه نمیدن. واقعا نظام سوریه
از 100% این نظام 98%ش متعلق به اهل سنت است، متعلق به دروزی هاست، متعلق به مسیحی هاست. همه آها توش نقش دارن. اقلیتی که گفته می شود یک اقلیت بر یک اکثریت حکومت می کند، کمتر از 10% از سهم خودش، یعنی 2% فقط او توانسته از سهم 25% جمعیت خودش 2% تصاحب کنه. خب اگر این نظام مردم بر علیهش هستند، این ارتش سوریه 5 سال هست داره مقاومت میکنه. این ارتش 98%ش اهل همین مال اهل سنت هستند. 98% از افسران عالی رتبهش، از وزیر دفاعش تا سطوح و فرماندهان لشکر، تیپ ها، گردان ها و سطوح مختلف دیگری. خب این لشکر، این ارتش چرا ایستاده؟ این ملت که میلیون ها نفر در همین استانهای حمص و حما و طرطوس و لاذقیه و استانهای مختلف دیگری هستند، چرا پس بر علیه نظام قیام نمی کنند اگر مردم این نظام را نمی خواند؟ مشکل این نظام همین دو مسئله مهم برای اونها: یک، محوریت سوریه در خط مقاومت و در حمایت از مقاومت. دوم، نزدیکی این نظام به نظام جمهوری اسلامی. این مشکلشه، نه مشکل چیز دیگری است.